به نام خداوند مهربان. دوستان و عزیزان گرامی، در خدمت شما هستیم از آموزشگاه موسیقی سمفونی اردبیل و از محل آموزشگاه که همچنان که میدانید این اکادمی موسیقی سمفونی قدمت و فعالیتش به 27 سال قبل برمیگرده و در این آموزشگاه تمامی سازها و تمامی سازهای ایرانی و آذربایجانی و جهانی تدریس میشه، آهنگسازی و نوازندگی و همچنین بحث آموزش کودکان یا همان موسیقی کودک یا موسیقی عرف. حالا غرض از این ویدیو و ضبط این ویدیو میخواستیم در مورد موسیقی درمانی اطلاعاتی به شما عزیزان بدیم و میخواهیم بحث موسیقی درمانی رو در این آموزشگاه و در این اکادمی موسیقی سمفونی راه اندازی کنیم و در خدمت عزیزان باشیم. حالا این موسیقی درمانی که میگیم از دو مقوله تشکیل شده است، از موسیقی و درمان. حالا درمانش رو حالا بعضی عزیزان شاید متوجه بشن که افراد مریض یا خدای نکرده افرادی که بیمار هستند از این رشته باید استفاده کنن یا از این مقوله استفاده کنن. نه عزیزان، این موسیقی درمانی برای همه افراد و همچنین برای تمامی سنین نیاز هست و یه مختصری از موسیقی درمانی من میخواستم یه توضیحاتی بدم که قشنگ این مقوله باز بشه و بتونین که یه درکی از موسیقی درمانی، حالا خود منم میگم که یه درکی بیابیم و از این مقوله استفاده کنیم. حالا همچنان که میدانیم موسیقی درمانی مداخله است که گاهی برای ارتقای سلامت عاطفی کمک به بیماران برای مقابله با استرس. گفتم که افراد عادی و افراد که هستن مثلا بیمار از این جهت که خیلی استرس‌زا هستن، خیلی افکارشون مخدوشه، از این مقوله میتوانند استفاده کنند. بله، کمک به بیماران برای مقابله با استرس، افزایش تاب‌آوری و توسعه بهداشتی استفاده می شود. در مورد تاریخچه موسیقی درمانی می توانیم تاریخچه استفاده از موسیقی به عنوان روشی برای درمان به زمان ارسطو و افلاطون باز می گردد. از آن زمان به بعد رجه‌هایی از استفاده از صوت یا اصوات و آهنگ‌ها برای درمان بیماری‌های مختلف استفاده می‌شد. در قرن 20 فکر رسمی استفاده از موسیقی برای درمان مصدومین و عزیزانی که وسواسی فکر دارند آغاز شد. هرچند استفاده از این روش درمانی با مشکلاتی همراه بود که با قدم‌هایی که برداشته شد به تدریج این شاخه درمانی تکامل یافت و انجمن‌های متعددی تشکیل گردید، به طوری که در سال 1944 اولین برنامه آموزش موسیقی درمانی در جهان در دانشگاه میشیگان آغاز شد. یعنی اولین بار این رشته به صورت رسمی شناخته شد و آموزش موسیقی درمانی هم برای اساتیدانی که میخوان تدریس کنند و هم عزیزانی که در این رشته میخوان حالا درس بخونن در دانشگاه میشیگان آغاز شد. در سال 1950 انجمن موسیقی درمانی آغاز به کار کرد. در سال 1971
انجمن موسیقی درمانی آمریکا یا AAMT آغاز به کار کرد. یعنی با نام AAMT فعالیت خودش رو آغاز کرد. در سال 1985 فدراسیون جهانی موسیقی درمانی در سطح بین المللی به ثبت رسید. توجه داشته باشید که انجمن موسیقی درمانی ایرانی، حالا بیایم مسیر ایرانی، با اهداف بالا بردن سطح آگاهی افراد از فرایند موسیقی درمانی و فواید آن و بالا بردن امکانات تخصصی برای استفاده از این شیوه درمانی فعالیت خود را آغاز کرد. پس در انجمن موسیقی درمانی ایرانی هم تو ایران داریم. حالا پیشینی موسیقی درمانی در تاریخ ایران نخستین سیستم نظام یافته اکادمیک موسیقی درمانی در ایران باستان بنا گردید. ببینید یعنی واقعا ریشه هر هنر، ریشه هر علمی و اگه بریم ببینیم حتما به ایران باستان، 100% به ایران باستان برمیگرده. حالا بر اساس کتیبه هایی که در سال 1349 از ایران یافت شد، در دانشگاه های زندیشاپور اهواز دانش موسیقی درمانی یا همان استفاده از موسیقی برای درمان بیماران و افرادی که حالت استرس دارن استفاده می شد. یعنی اون زمان در دانشگاه زندیشاپور اهواز این رشته موسیقی تدریس می شد. برای بیمارستان هایی که اون زمان مربیانی که پرورش یافته دانشگاه زندیشاپور بودند، اینها را می آوردن در بیمارستان. مثلا پرستاری که میخواست موسیقی درمانی کنه یه بیماری رو، باید خودش در نواختن چند ساز اصلی باید تبحر داشته باشه. یعنی اون زمان شخصی که میخواست یه پرستاری یه بیماری رو قبول میکرد حتما باید 2 ساز رو اجرا میکرد. حالا بر این اساس موسیقی تجویز شده از طرف پزشک را پرستار به بیمار ارائه میداد. این موسیقی ارائه شده، توجه کنید، این موسیقی ارائه شده در هنگام زایمان زنان، البته زنان دربار ساسانی، از لوازم کار یک پزشک بوده. از لحاظ پیشینه موسیقی آرام بخش در ایران باستان با ظهور دین زرتشت آغاز شد. حالا کتاب اوستا و اشعار آهنگین اینو اگه برین پیدا کنین و کتاب اوستا را ببینین، تمام اشعارش بر مبنای آهنگ و وزن خاصی بود و تصنیف ها و آواز ها و ملودی هایی که حالا اون زمان بود و اشعاری که اون زمان و نوشته هایی که اون زمان در کتاب اوستا بود، همشون بر مبنای وزن و قافیه بودند. حالا در زمان ساسانی دقت کنید، زمان ساسانی واقعا پزشک‌های اون زمان یعنی در علم موسیقی درمانی واقعا تبحر داشتند. حالا بیاییم بعد از حضور اسلام در ایران عمده فعالیت‌های موسیقی نوشتاری و نظری شد. یعنی دیگه از حالت عملش خارج شد بعد از ظهور اسلام و بیشتر مطالب رنجبوی از برداشت یونانیان داشت. یعنی حالا به صورت عملی نمی آوردند، به صورت
تئوری بود، یعنی کلا همشون نوشتاری بود. یونانی ها موسیقی را دقت کنید در میان موضوعهای فلسفی مطرح می کردند و بیشتر فیلسوفان در کنار علوم دیگر مثال علوم نجوم، علم هایی که مثال ستاره شناسی، نجوم و ریاضی، موسیقی را هم در کنار آنها اعمال می کردن و به طور اجمال تمام نوشته های گذشتگان در مورد تأثیر موسیقی بر روح و نفس بیشتر بر محور طبایع و طبع انسان و مزاج زمان و افلاک و سماع بود که بزرگان حکمت فلسفه و پزشکی ضرورتاً نکاتی در این باب آوردند. از مهمترین آثاری که در این زمینه وجود دارد گابوسنامه اثر چیکاووس که به طور مفصل بر اثر نواختن موسیقی در طبایع مختلف اشاره دارد. یعنی شما گابوسنامه را مطالعه کنید، حتما اثر موسیقی یعنی فواید موسیقی و موسیقی درمانی در اون اومده. یه نوازنده‌ای بود به نام رامشگر که اون زمان بزرگترین نوازنده‌ای بود که می اومد همان تکنیک های موسیقی درمانی رو اجرا می کرد. و حالا اگه بتونیم و بتوانیم کتاب گابوسنامه را پیدا کنیم، حتما من پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما پیدا کنید و مطالعه کنید. حالا شیوه هایی که در عملکرد و برخورد اجتماعی یک موسیقی درمانگر میتوان ذکر کرد بر اساس طبایع چهارگانه بوده. یعنی یک موسیقی درمان حتما باید 4 وضعیت داشته باشه. یک، طبایع چهارگانه. 2، سن. 3، جنس شنونده موسیقی. نوع موسیقی مربوط به آن حالا طبقه بندی که هست توصیه میکند که متاسفانه حالا بسیاری از گوشه هایی که عنصرالمعالی نام برده است در گذر زمان فراموش شد و تنها نامی از آن باقی ماند. حالا ببینید دوستان عزیز، من میخواستم در مورد علم موسیقی و در مورد حالا این فواید موسیقی یه اطلاعاتی به شما عزیزان بدم که اصلا موسیقی درمانی در چه مقوله‌ای هست و در چه بابهایی در آن زمان استفاده میشد. حالا یه پیشینه‌ای و یه تاریخی در این زمینه برای شما من بازگو کردم. حتی ابن سینا علم موسیقی را جزئی از ترکیب بدن انسان می‌داند. یعنی اگر دیدگاه او را بپذیریم حالا از شیوه موسیقی درمانی در آن زمان استفاده می‌کرده. فراموش نکنیم که آثار او را قرن‌ها در معتبرترین دانشگاه‌های اروپایی تا ابتدای قرن 20 به عنوان مرجع تدریس قبول داشتند و الان هم قبول دارند. حالا ابوعلی سینا جوهره موسیقی را در اعضای بدن سیار می‌داند. یعنی همه ما اون جوهره موسیقی را در وجودمون داریم و به نظر ابوعلی سینا حرکت از زمانبندی بسیار دقیقی، یعنی موسیقی از یک حرکت بسیار دقیقی تبعیت می کند و حتی بر همین مبنا تجویز درمان نموده یا پزشک را از درمان باز می دارد. حالا ابوعلی سینا اومده شیوه درمان حکمای قدیم به وسیله موسیقی در مورد بیماری های مانند سل،
تب، بیماری گلنز را تایید میکنه. برخی از این نغمات درمانگر را غریبه مینامد که نشان میدهد قسمتی این دانش ها در زمان ابن سینا به غبار فراموشی آغشته شده است. و یعنی واقعا زمانی که حالا ابو علی سینا نظر میداد در مورد موسیقی در آن زمان، با مخالفت های شدیدی روبرو میشد. یعنی عده‌ای از کثیر مردم و جامعه قبول نمی کردند. حالا ابو علی سینا تکنیک موسیقی درمانی را بسیار کم عارضه و بی خطر می داند. یعنی اون زمان که نظریه میداد، تکنیک موسیقی درمانی را خیلی کم عارضه و بی خطر می دانست و اجرای آن را در درمانهای مناسبی از شب و روز دانسته که بدون کمک دارو یا دستورهای خوراکی و آشامیدنی خاصی بیماران را تجویز می کرد. یعنی می اومد تکنیک های موسیقی را خیلی با دستور عملهای خوراکی که حالا می گفت، یه موسیقی می شنید و می گفت که در همراه با شنیدن موسیقی این غذاها رو باید بخوری و این طریقه حتی خوردن آب، طریقه آشامیدن هم به بیماران می گفت. البته با موسیقی. البته اون زمان مثل این زمان که مثلا CD و حالا فلش و اینجور چیزا یا پخش کننده نبود، یعنی اکثرا موسیقی های زنده بود. حالا ما اینو میگیم که یک موسیقی درمانگر حتما باید به آهنگ موسیقی آشنا شده باشه و انگشتانش به گرفتن نبض و حتی تپش قلب همراه با ریتم که الان میگیم ریتم قلب، حتما باید به موسیقی 100% آشنا بوده تا این امراض و این بیماری ها رو بشناسه و یه حالا داروهای خاص اونو به مریض بدهد. ببینید عزیزان، در موسیقی درمانی 2 روش اساسی وجود دارد: روش فعال و روش غیر فعال. حالا این روش فعال و غیر فعال چی است؟ روش فعال یا چه گفتیم به 2 روش هست، روش فعال و غیر فعال. روش غیر فعال شامل شنیدن موسیقی است. غیر فعال میگیم بهش. یعنی بیمار میاد یا افراد میان روش غیر فعال رو انتخاب میکنند و در این روش افراد موسیقی رو میشنوه که در حال نواخته شدن است، یا کسی که جلوش نشسته و یه سازی رو داره اجرا میکنه. که در این روش موسیقی با گوش دادن و شنیدن موسیقی که در حال نواختن هست مورد درمان قرار میگیرد. در این روش بیشترین تأثیر عمل کرد در جهت برانگیختن و تأثیر واکنش‌های عاطفی و ذهنی بر بیمار تأثیر مثبت میذاره، در حالی که در روش‌های موسیقی درمانی فعال، حالا گفتیم که موسیقی غیر فعال و موسیقی فعال، در موسیقی درمانی فعال نواختن، خواندن و حرکات موزون اساس کاره. یعنی اون شخصی که مورد درمان قرار میگیره در روش فعال خودش موسیقی رو اجرا میکنه، میشنوه، یه حرکات موزون و رقصی رو انجام میده و واکنش های مختلف عاطفی، ذهنی، جسمی و حرکتی تحریک و برانگیخته میشه. برنامه ها و روش های موسیقی درمانی متنوع و مناسب با نیاز افراد تنظیم و تدارج دیده میشه.
معذرت میخوام. حالا یه کاربردی هم داریم، کاربرد موسیقی در توان بخشی که واقعا من اینو تجربه کردم روی حالا 3-4 تا هنرزو داشتم که واقعا از حالت حرکتی مشکل داشتن. اینو من واقعیت میگم که در طول 2 سال این حرکتی و حالت توانبخشی رسیده، البته با موسیقی. حالا با توجه به این که پردازش موسیقی در مغز در مناطقی متفاوت از مناطق درگیر در ادراک سایر عصبات از جمله گفتار صورت میپذیرد، البته امروزه از موسیقی درمانی در توانبخشی ذهنی و جسمی نیز استفاده شده و این حرکت کمک میکند به رشد دقت شنیداری و بهبود توجه و تمرکز و در نهایت رشد مهارت‌های گفتاری روی ذهن و توانش و حرکتی و جسمی خیلی تاثیر مثبت داره. حالا عزیزانی هستند که در گفتار و در تکلم مشکل دارند عزیزان، یعنی حالا بسیاری از ما هممون دیدیم که کودکی میاد لکنت زبان داره. عزیزانی هستند که موقع سخنرانی یا میخواد یه حرفی بزنه یه استرس خاصی داره. حالا اگه بخوایم مسئله لکنت زبان را حل کنیم و اون استرس را حل کنیم، حتما از روش فعال استفاده میکنیم. روش فعال چندانی که خدمت شما گفتم، هر عزیزی که میخواد این لکنت زبان رو حل کنه، این لکنت زبان کلن از بین بره، یا عزیزی که خدای نکرده از جسمی رنج میبره از بابت تحرک، میتونه روش فعال یا روش غیر فعال رو انتخاب کنه و اینم بستگی به انتخاب و اون مربی که میخواد به این عزیزمون آموزش بده بستگی به نظر مربی داره. ببینید عزیزان، موسیقی یا همان موسیقی درمانی و بیخوابی. موسیقی تأثیر مستقیم داره در درمان بیخوابی. ببینین به افراد کمک میکند موسیقی، حتی گوش دادن همان غیر فعال یا آموزش دیدن یک ساز حتما برای بیخوابی 100% موثره. حالا این حرف من نیست، تحقیقات نشان داده که موسیقی درمانی برای افراد مبتلا به اختلالات خواب یا بیخوابی واقعا مفیده. یه محقق ایرانی هست به نام آقای کیارشی که خودش هم خواننده و محقق هست، در مقایسه با دارو درمانی و سایر درمان‌های رایج برای اختلالات خواب موسیقی درمانی را ارجح دیده بر حالا دارو درمانی. یعنی برخی از تکنیک‌های مانند درمان آرامسازی روح و روان شخص حتما با تحقیقاتی که انجام داده دیده که با موسیقی میتوان مسئله بیخوابی رو حل کرد. یعنی موسیقی میاد با ایجاد یک حالت آرام بخش، با ایجاد واقعا یک ریلکس بدنی و گوش دادن به اون موسیقی میتونه تأثیر مستقیم بر بیخوابی افراد داشته باشه. حالا اینو میتونیم هم در خونه انجام بدیم و هم در
بیمارستان ها. من واقعا توصیه میکنم، حالا توصیه هم که در جایگاه نیستم توصیه کنم، ولی اینو در عرض 27 سال اینو من کاملا لمس کردم که موسیقی واقعا تاثیر مستقیم بر عملکرد روح و روان، عملکرد جسمی و حرکتی، حتی عملکرد خوب معده، عملکرد خوب ذهنی، چه کودک، چه نوجوان و چه افراد میان سال و پیر تاثیر مستقیم داره. ببینین غرض از این همه حالا بحثی که حالا اینجا بیان شد، میخوام به این مطلب برسم که با این تاریخچه و با این پیشینه‌ای که در موسیقی ایرانی و موسیقی آذربایجانی داریم و گفتم که به زمان ساسانی هم میرسه، از موسیقی درمانی واقعا استفاده بهینه کنیم و عزیزانمون، فرزندانمون، گفتم که یعنی نیاز نیست که خدای نکرده بگیم که موسیقی فقط برای عزیزانی که بیمار هستند فقط برای اونهاست. نه، همه ما به موسیقی نیاز داریم برای آرامش روح و روان، برای ارتباط خوب در جامعه، برای روابط عمومی در جمع، در مدارس، در جلسات، در جشنوارها، در سمینارها. یعنی الان افرادی داریم که واقعا اگه بگیم برای مثال 50 نفر یه سخنرانی انجام بده واقعا نمیتونه، ولی اینجاست که موسیقی به کمک اینجور افراد میاد و اعتماد به نفس رو به این شخص برمیگردونه. پس من حالا حرفم و مخلص کلام اینه که در این کلاس های موسیقی درمانی حتما شرکت کنید و به صورت گروهی هم نیست، به صورت انفرادی. تایم جلسات 45 دقیقه، نهایت 1 ساعته. اونم موسیقی هایی که هنرجو یعنی داره میشنوه به صورت زنده، یعنی مربی میاد، اون درمانگر موسیقی مربی درمانگر میاد موسیقی را به صورت زنده اجرا میکنه و در یک اتاقی که واقعا هم از بابت نور، هم از بابت حالا سکوت و ساکت بودن، اون حس آرامش را به هنرجو و عزیزی که اومده انتقال میده. انشالله که این رشته را ما میخواییم در آموزشگاه موسیقی را بندازیم و امید دارم که حتما در این کلاس ها شرکت کنید و هممون نیاز داریم به این آرامش روح و روان. و در آخر میگم که موسیقی مساویست با آرامش. خب ممنون و متشکرم. یه بحثی بود که با شما در میون گذاشتم. انشالله که در خدمت شما هستیم در آموزشگاه موسیقی سمفونی اردبیل. گفتم که هم به صورت آنلاین جلساتمون اجرا میشه و هم به صورت حضوری و آن هم به صورت خصوصی. یعنی شاید عزیزی رو درواسی داشته باشه میتونه تک نفره و انفرادی از این کلاس ها استفاده کنه. ممنونم تا اینجا با من همراه بودیم. ممنون و متشکرم. انشالله در برنامه های بعدی هم در مورد موسیقی درمانی و اثرات آن بر روح و روان حتما صحبت خواهیم داشت. ممنون و متشکرم. همتون را به خدای بزرگ می سپارم. انشالله تنی سالم و روحی بشاش و آرامش و در کمال آسایش داشته باشیم و یک جامعه داشته باشیم با روح و روان سالم. ممنون و متشکرم. خدا نگهدار شما.